یک روز از حمله انتحاری که در سرک پل چرخی رخ داد می‌گذرد. این سرک کاملا پاکسازی شده است. خون قربانیان هم از این ساحه شسته شده است. شاید همه چیز در این منطقه به حال خودش برگردد، اما ده ها خانواده‌ای که در نتیجه این رویداد داغ عزیزانشان را به سینه دارند، سالها چشم بر راه برگشت فرزند، همسر و یا برادرشان بمانند. مادر کهنسالی که با دیدنش دل هر انسانی به لرزه می آید و چشمی نخواهد بود که اشک نریزد، مادر عارف است. این مادر داغ دیده که اشکهایش خشکیده و زبانش از سخن زدن مانده است، تنها با اشاره با عکس‌های عارف سخن می‌زند. بس فرزندش که دیگر زنده نیست می‌پرسد که چرا او را تنها گذاشته است. مادر عارف اجازه نمی دهد تا کسی از اعضای خانواده به عکس‌های فرزندش دست بزند. میگوید سر موی پسرش را به خاک سپردند و اکنون که تنها جز چند عکس چیزی از عارف به یادگار ندارد، عکس‌های پسرش را زیر دوشکی که بالای آن نشسته است پنهان می کند. میگوید عارف یگانه امیدش بود. عارف و فرزندش آرزوهای بسیاری داشت. ما هرچند خواستیم تا مادر داغ دیده عارف با ما سخن بزند، از پسرش بگوید، اما این مادر کهنسال جز این که عکس‌های فرزندش را نوازش می کند چیزی به گفتن ندارد و سخن هم زده نمی تواند. سر کاکلت بمونم، سر کاکلت خاک شوم، من چی بگویم؟ سر کاکلت قربان شوم، جوانای مردم قدر. دیدن این حالت هر انسانی را به اشک می آورد. ما هنگام تهیه این گزارش نتوانستیم این وضعیت را تماشا کنیم. خانواده عارف از کسانی که به چنین اعمال دست میزنند میپرسند که آیا به حال دل یک مادر هم ترحمشان نمی آید؟ خانواده این جوان حمله های انتحاری و انفجاری را در کشور کار پاکستان می دانند و از رئیس جمهور می خواهند تا عاملان این چنین رویدادها را نابود سازد و در برابر پاکستان از یک موضوع جدی کار بگیرد. هیچ رقم باید تحمل کنم. دولت چه رقم جلوی کارو میگیره؟ چی وقت؟ تا چی وقت مردم تو بدبخت باشه؟ سنگ چوب مرا بغل میکنه کارو بچه خوب. منطقی مخورده کلام مرا بغل میکنه کارو بچه خوب. عارف شهید شده. ما خواهش ما از رئیس جمهور نمیست اگر میتونه نه حکومت پیش برده میتونه جلوی کارا را گرفته میتونه نمیتونه اعلام کنن یک نفر از بشانه که اقل یک چیزی پیش ببره دوست دشمن خود بشناسن بتن سلامتان بسته مردم افغانستان علیه پاکستان جنگ اعلان کنن مردم یک دفعه از بدبختی برای تا که روز شهید شده برآمد دشمن سرسخت ما پاکستان است. اما هنگامی که برادران مسافر عارف وارد خانه می شوند برای اینکه از عارف کشته شده برای آنان بگوید به پاهایش می مادر کهنسال عارف خواسته است تا فرزندش در نزدیکی خانه‌اش به خاک سپرده شود. خانواده عارف می روند تا خانه با خاک آمیخته جوانشان را مبارک بگویند و برای برادران مسافرش نشان دهند که عارف خانه نو برای خودش اختیار کرده است. هنگامی که خانواده عارف پس از بازدید مزار فرزندشان به سوی خانه برمیگشتند، خواهر عارف که بروی مزار برادرش سر مانده است و ناله می کند نمیخواهد به سوی خانه برگردد و میگوید که از برادرش نگهبانی می کند. عارف یکی از 10 جوان است که در رویداد دیروز در سرک پل چرخی
کشته شد. عارف 20 سال داشت و به گفته خانوادهش با 1000 آرزو و آرمان اینجا اکنون زیر خواب خفته است. خانواده ای جوان از دولت میخواهد تا در برابر گروه هایی که به چنین اعمال دست میزنند اقدام جدی بکنه و این گروه ها را نابود بسازه. نظیفه محروبی، رادیو آزادی، کابل. عارف کارمند یک شرکت خصوصی در پل چرخی کابل بود. با پولی که از زحمت و کارش به دست می آورد نیازهای مادر کهنسال، خواهر جوان و برادرانش را فراهم می ساخت. عارف رفت و در کنار 10 جوان دیگر زیر خاک خفت و حکایتی برای مادر کهنسالش شد. مادری که پس از این باید تیره روزهای زندگیش را تنها در کنار مزار پسرش بگذراند.